سلام به همه شما عزیزان، خوبین؟ امیدوارم خوب باشین. بچه ها من امروز با فری اومدم بیرون. اومدیم یه جا بازار ماشین رو پارک کنیم که بریم حالا به کارامون برسیم. گفتم یه ولاگی هم بگیرم و اینجا باشه. حالا بریم. فری پیاده شده، رفتیم الان اومدیم تو پارکینگ که ماشین رو پارک کنیم، بریم برای پارک کردن. عریض داریم میریم، هوا بارونیه، موامونم کلا وزوزی شده. بریم برای چیزایی که لازم داریم بخریم. شاید من خرید نکردم ولی خانم خرید داره، ببینیم چی پیدا میکنیم براش. این سری از اینجا تخمه خریدم. بیا انگور بگیریم. این انگور سلام، خسته نباشین. کیلو چنده همون؟ 30 تومن خریدم. یک کیلو برامون بی زحمت. 2 کیلو؟ بنزه 50 تومن. 2 کیلو بده. 50 تومن. آره میشه 1 کیلو 2 کیلو بدم 60 تومن خریدم. باش. 2 کیلو رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ آخه زیاد. یه ذره می‌خرید. 10 تومن فرق بود. سبزاشو نریز دیگه. خیلی خوشمزه است. بخور. بخور خرید. که دست همش تمام نکنم. انگور فرنگی. چتر لازم نداری؟ اینا رو خوبه برای سلوا. برنجی اینجا رو ببین چه بامزه. با این اردک های محلی دارن. این دفعه بیایم اینجا بخریم، تمیز شده. این اردک اون چی؟ مرغابی. ببین دامه ساچمه ای نیست. اونا 400 اینو 500. اگه تعداد بخوای تخفیف مرسی.
اینجا ما نارنج گرفتیم، پرتقال گرفتیم و لیمو گرفتیم. وای جنگلی انقدر خوشمزه است، از جنگل میچینن. کیلو چنده امو؟ آبی که آره گوچی؟ آره برای قد کلی خیلی خوبه. 1 کیلو اینو به ما بده. حتما اینم که نرسیده هنوز. این چرا خوبه؟ کیلو چنده؟ اینو میدم کیلو یه 2 کیلو هم اینو بده. شدی فکر دستای منم بخور. من میگیرم دستم اینو. وایسا بیام با هم خانم این 1 کیلو. دست در نکنه. آره شما. این 2 تا بده. 2 تا ماره از گیر. کنوس دیگه. آره. مرسی. یه شعری هست که در مورد کنوس بخونید. بلدین؟ نه نه. چی میگن؟ یه شعری داره برای شمالیا. چی خریدی؟ پشم شطور برای چی؟ گرمه دیگه برای زمستون زیر آه، اینا با پشم شطور تهیه میشه. خودشو نمیتونستم بخرم پشمشو خرید. خودشو آره خودشو کی میتونه بخره؟ پشمشو خریدم. شلوار این مشکیش هم پشم شطوره. شطور مشکی هم داریم مگه؟ آها هزار تا رنگه. آره راست میگی. اینجا هستی یه وقت دوباره آره همینجا اگه هوا خوب باشه. من خودم تبلیغات میکنم. چیزای محلی خریدیم که هیچ جا پیدا نمیشه. بریم. مرسی آقا ممنون. ای دستکش آخه چه قشنگه این. توسیه چه بانمکه این. چه رنگایی داره. اینم پاشه این دیگه به این نمیاد. این خراب. آره اونا خوبه. دیگه این در نمیاد این کارتو انجام میدی. کردیم. آقا جان فارمالی وطن یه دونه. کجا میری؟ این بگه چی انتخاب میکنه؟ این بگه بود این خانم یه شلوار میخواد. داریم فعلا میگردیم. هنوز چیزی پسندش نشده. از این پاساژ خوشگل. خب اینجا یه حاج خانمی هست که مامان یکی از فروشنده هاست. من و اون با هم صحبت شدیم و به من یه غذای گیلانی یاد داد. خب مغزگردی رو باید بسابی خب قشنگ بپزی ترشی دهونی ترشیش چیه؟ همین ترشی روب یا روب
انار روبنار. آره خب بعدن کدوی بپزی نبگم یا عالمه کدو مثلا ایت انقدر کدوی یه کاسه آره حبه حبه خورد کنم. نه اصلا بپز خورده کنه اصلا قشنگ پوره لیه بشه. بکن. آها پوره. قشنگ مثلا چطور میگن خیلی مثلا فیرنی چا کنی آره اونجوری. او کدو باید تو بابا بکنی مغز گردو درون قشنگ که بپخته یه ذره چوچاق و یه دانه سیره قشنگ بکن یه حبه سیر. یه حبه سیر خب. زیاد بودن که اونو بکو چوچاق اولا بگی مادران دانه ده مادر بزرگان همه دانه تو کنی درون بده بمانه قشنگ بپسه با برنج با ترک اینقدر مزه داره که ترش شیرینه. آره یه خورشت جدید یاد گرفتیم از گیلان. خیلی وقت کدو خورشت. آره اونه کده چی کوی تره بگی همه دانه اونو درست کنیم با کته. با برنج با ترب هم خیلی مزه چورب هم داره. که کنارش باشه. آفرین حتما درست میکنم به یاد شما. ای با ما خیلی شنه توضیح بدم همه گفتم ما بدن ایمدی ایشالله. شوار نوشه جان با من دوست الان میریم برمیگردیم. بوی یه غذایی میاد. چه غذایی؟ حدس بزن. میرزا قاسمی نیست. تر محلیه. میرزا قاسمیه. تر محلی نیست. چه خوشبوه. شدی بیا بریم اون مغازه. بریم. چی انتخاب کردی؟ کرم. با کدوم لباس؟ ما اومدیم 2 تا نسکافه سفارش بدیم تو این کافه خوشگل تو رشت. البته فری گفتش که بهتره که بشینیم بیرون از هوای بیرون لذت ببریم. خریداشو انجام داد. من هیچ خریدی نداشتم جز خوردنی میوه. البته میوه‌های جنگلی. خسته شدی؟ ما 2 تا نسکافه گرفتیم. بشید. این چیه؟ کرومه. کاراشو اونایی که آره تیک نمیزنی پاره میکنی. آره خدا رو شکر کارم تمام شد. چیکار میخوای بکنی؟ کارات واسه چیه؟ توضیح بده به ما. بعدم بذار. نه اینو بعداً قراره بذارم. الان نمیذارم. جای همگی فرقی. فعلا تنها تیپ اوکی هم همینه. چرا؟ خوشم بیاد. خب ما اومدیم این خانم یه دونه بولیز هم برای خودش انتخاب کنه. فعلا داره میگرده جایی که میخواد بره. راستش بخواید سکرته. حالا من نمیتونم لو بدم ولی جایی که داره میره خیلی سرده. دنبال لباسای گرم میگرده. حالا داره ولی میخواد ستای جدید بپوشه. از صبح تو بازاریم تا چیزایی پیدا کنه. این من بهش پیشنهاد اینو دادم. خیلی خوشگله ولی انتخاب نکرد. رفت بالا. من با اینکه خرید نداشتم دیگه آدم میاد تو بازار دیگه کنترل نمیتونه بکنه خودشو. من 2 تا بافت خریدم
یه دونه شال جدید گرفتم زمستونی. فری هم که همچنان دنبال کلاه گرم میگرده. اومده اینجا یه کلاه و دستکش بگیره، ببینم که چی انتخاب میکنه. خب مثل این که اینجا دستکش مورد علاقه‌شو پیدا کرد. این از این میخوام ولی این رنگی. چه خوشگله. ولی اینم خوش رنگه. ولی چرا جلوش یهو زرد؟ از این چیز بگیره، بدون سر بگیر، چون به نظرم سخت میشه برات. لباس مورد علاقه‌شو پیدا کرد. چقدر بونمکه. خیلی دستکشش هم خیلی. کلات هم میذاری؟ کلاه جدیدتو؟ آره. شال و کلات هم بذار. شوله. در من. آها اینو میذاری اینجا هر وقت سردت شد. عالیه، همینو بردار. مبارک. شبیه زیزی گلو نشد؟ نه. آخه اینو خیلی دوستش دارم. شال و کلات هم بذار باهاش. کلاه جدیدتو. اینم کلاه جدیدش، خیلی با این لباس میاد. موهام به هم ریخته. ببین بارون زد بهمون، موهام وزوزی شد، موهای منم افتضاح شد. چقدر قشنگه. همینو بگیر. مبارک. عالی. به به، نگاه کنید بچه خوشگل شد. یه خرید عالی انجام داده امروز. میاد خدایی به هم. عالیه. موهات هم یکم برسی، الان وزوزی شد. موهامو گذاشته بودم فرق شه وز شد. ای خدا من مردم برای این. فقط الان کیفم اسپورته. عالی شد. این چی نه؟ ولی با میخوای با اون ست کنی؟ این چنده؟ خب من دارم مقاومت میکنم که هیچی نگیرم. با این حال یه چیزای کوچولو گرفتم امروز، ولی دیگه بیشتر نه. این خانمم قرار بره مسافرت، به خاطر همین اومده یه خرید کلی کنه، به خاطر جایی که لباس اینجا زیاد داره، ولی میخواد چیزای خیلی گرم انتخاب کنه که با خودش ببره. اینکه کجا داره میره دیگه بعدن میگه. میشه خریداشو پوشیده که بره برای خریدش یه کیف بخرم. آره یه کیف مناسب براش پیدا کنیم دیگه. این بازار خریدامون تموم شد، بریم ببینیم چه کیفی میتونیم پیدا کنیم. بیرون هم داره بارون میاد، تاریک شده. آره خیلی نازه، مبارکت باشه. همین چی نرمه. نرم مزه میده. بریم برای چیزای دیگه. اومدیم خونه، مامان چی درست کرده. به به قیمه. مامان دست در نکنه. آره صابی خسته و گشنه شدیم، یه گفتیم بیرون چیزی نخوریم، اومدیم خونه. برنجش به به. خریدای من یه بافت قرمز گرفتم، این رنگی خوشگله بکنه. باید بپوشم تو تنم. البته یه دونه شال این مدلی، مرسی. یه بافت این رنگی، اینم گیس داره جلوش. کلا امروز دنبال گیس بودم. اینم از خریدای من.
به به، دست در نکنه ماما. مرسی. زحمت افتادی، ما دیگه رفتیم بیرون. بفرمایید. مامان ببخشید دیگه، من دارم اول میریزم. فری بیا. درستتونه دیگه، بخورید دیگه. من درست کردیم برای خوردن. میشه جونتون. منو زدم. به به. این بادش قاطیشه. خب دیگه ناهار رو خوردیم و گفتیم به جای اینکه بمونیم خونه و استراحت کنیم بخوابیم، بریم دور و بر یه چرخی بزنیم. اومدیم تا یکی از شهرهای دیگه گیلان که مرز بین گیلان و مازندران میشد. گفتیم حالا که فرصت داریم بیایم اینجا رو بگردیم و ببینیم از نزدیک. خلاصه انقدر به ما این چند روز خوش گذشت، من دیگه فکر کنید شنبه مرخصی گرفته بودم و موندم رشت پیش خواهرم. اینجا بچه ها ببینید چه خوشگله، با این که فصل پاییزه و همه جا داره نارنجی و قرمز میشه، اینجا همچنان سبزه و به شدت زیبا. این پرتقالا و لیمو هم که دیگه نگم، بعد جوری داره دلبری میکنه. یکی از قشنگی های این روزای گیلان فکر میکنم همین پرتقالا و لیموی روی درخت هست. با این بارون زیبای پاییزی که داره میاد، من که خودم واقعا عاشقشم. شما رو نمیدونم، اگه شما هم خوشتون اومده حتما برامون بنویسید. دیگه غروب شده بود و باید برمیگشتیم رشت و ادامه ماجرا که شب رفتیم بازار شهرداری و کاکائو و چیزای دیگه خوشمزه گرفتیم. جای همتون واقعا خالی. آره 2 سمبوسه میخوری دیگه. بذار من حساب کنم. نه قربونه، نه اصلا چنده؟ لوازم سوسیس اینا قاچ پنیر 35. آره رشت و این خوشمزه هایی که اینجا میفروشن کنار خیابون، کاکای محلی، هات داگ، سمبوسه، رشته خوشگار، آش رشته. به به. رشته خوشگار برای ما گذاشت اشتباه؟ نه من گفتم یکی از این یکی از اون بچشیم. خوشمزه. مرسی وای چه خوشمزه. آقا جا ببر ما. خب دوستان ممنونم که تا اینجای ولاگ همراه هم بودین. مثل همیشه برام از این که نشستین وقت گذاشتین و این ولاگ رو تماشا کردین از همتون ممنونم و برام ارزشمنده. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.